درود دوستای خوبم، هنگامه هستم با آشپزخونه من خوش اومدید. امیدوارم کلی حالتون خوب باشه دوستان. امروز اومدم کنار همدیگه شیرینی درست کنیم. شیرینی قرابیه ترکیه هستش، یکی از اون شیرینی خوشمزه هستش که اینجا همیشه تو قنادی‌ها هستش و اینکه خیلی ساده درست میشه و فوق العاده خوشمزه است. تا آخر ویدیو کنار من باشید تا این شیرینی خوشمزه رو با هم درست کنیم. همین اول کارم ویدیو رو لایکش کنید، سابسکرایب به کانالم یادتون نره. دوستان برای درست کردن شیرینیمون نیاز داریم به 250 گرم کره یا کره حیوانی یا مارگارین هم میتونید استفاده کنید، فرقی نمیکنه. فقط به دمای محیط در اومده باشه، کاملا نرم باشه کره‌تون. من گذاشتم میبینید کامل نرم شده کره. بهش یک پیمانه پودر شکر سرصاف اضافه میکنم. نصف پیمانه نشاسته ذرت. یه مقدار هم میزنم تا پودر شکر و نشاسته و کره به خورده هم دیگه بره. اصلا نیاز به همزن برقی نداریم دوستان برای این شیرینی. همه رو با همزن دستی هم انجام نمیدیم، با قاشق. حتی میتونید با دستتون هم ورز بدید، هر کدوم که راحت تر باشید. یک مقدار که به خورده هم رفتن نیاز نیست خیلی کامل مخلوط بشن. ما دوباره همش میزنیم. بهش 1/4 پیمانه روغن مایع اضافه میکنم. همه پیمانه هم استاندارد اندازه‌گیری است دوستان، یا معادلش میتونید از لیوان‌های دسته‌دار فرانسوی استفاده کنید. یه دونه تخم مرغ، یه پاکت وانیل شکری استفاده میکنم. وانیل خالص باشه، نوک قاشق چای خوری. حالا دیگه در حد 1 دست شدن همش میزنم. ببینید دوستان، موادم که کامل به خورده هم دیگه رفت. حالا من اینجا آرد دارم دوستان. اندازه 3 تا 3.5 پیمانه ما آرد نیاز داریم. من 3.5 پیمانه اینجا آرد الک کردم آماده دارم، ولی کم کم اضافه میکنم. همه آرد رو به یک بار اضافه نمی کنم. شاید یه مقدار کمترم استفاده بشه و شاید بسته به نوع آرد شما یک مقدار حتی بیشترم مصرف بشه از این آرد. ولی با آرد من همیشه 3 تا 3.5 پیمانه ما بینش نیاز میشه که من 3.5 پیمانه آماده اینجا گذاشتم. حالا شروع میکنم کم کم آردم رو اضافه کردم. حالا آردم رو کم کم اضافه میکنم. آردم رو گفتم قبلش الک کردم دوستان. حالا این مقدار آرد که اضافه کردم دوستان، بهش بیکینگ پودر اضافه میکنم. از 2 تا قاشق مربا خوری سرپر بیکینگ پودر اضافه میکنیم. دیگه یواش یواش همش میزنیم تا یه خمیری داشته باشیم که هم به دست نچسبه، هم که لطیف باشه. نباید آرد زیادی به خوردش بدیم دوستان، وگرنه شیرینیمون خیلی سفت میشه و اون تردی که باید نداره. دیگه ببینید دوستان، خمیرم میخواد یواش یواش شروع کنه جمع شدن. حالا دیگه من قاشقو میذارم کنار، شروع میکنم با دست جمع کردم خمیرمو. حالا ببینید دوستان، هنوز خمیر من اون حالت چسبندگی رو داره. من مابقی آردم رو هم بهش اضافه میکنم. حتی اگه نیاز بود یه مقدار دیگه هم بهش آرد اضافه میکنم. ببینید دوستان، کامل خمیرم جمع شده و به دستم نمیچسبه دیگه. هم باید انسجام داشته باشه. حتما امتحان کنید تو دستتون که اون انسجام رو داشته باشه. میبینید یکیشو امتحان کنید تو دستتون به این شکل. میبینید کامل اون انسجامو داره و کاملا لطیف هستش. حالا دیگه جمعش میکنم. دیگه خمیرم آماده است، نیاز به استراحت هم نداره خمیرمون. حالا دوستان، اندازه یه گردو از خمیرم بر میدارم، تو دستم گردش میکنم. شما میتونید ساده هم انجام بدید، یعنی همینطور گرد بذارید شیرینیاتون رو. بس که آماده کردید میتونید شکلم بدید. حالا من
این شیرینی رو چند هفته پیش درست کرده بودم، تو استوری گذاشته بودم، دوستان خواسته بودن. نکنید من به این شکل داده بودم شیرینیام رو. میبینید با یه همچین وسیله یه صافی من به این شکلش دادم. خیلی ساده بدون قالب. ببینید میتونید با چنگالم به این شکلش بدید. خیلی راحت. من به همین ترتیب درستشون میکنم و آمادهشون میکنم. دوستان خمیرمون رو آماده کردم. حالا دیگه میره داخل فر 160 تا 170 درجه. فرمون نباید دماش خیلی بالا باشه. به مدت 15 دقیقه کنترل شده بپزید. فقط باید زیرش تغییر رنگ پیدا کنه. من میپزم و بهتون نشون میدم. فرتون رو هم از 20 دقیقه قبل حتما گرمش کنید، بعدم بذارید داخل فر. دوستان شیرینیام آماده شد. من از فر در آوردم. میبینید بعد این مقدار پشتش رنگ بگیره. حالا میتونید ساده میل کنید دوستان. میتونید پودر شکر بزنید. اصولا خود ترک‌ها پودر شکر میزنن. من خودم بسته به ذائقه شخصی یه مقدار پودر دارچین رو با پودر شکر مخلوط کردم. این رو میخوام بهش اضافه کنم. میتونید حتی با پودر کاکائو هم این کار رو انجام بدید. دوستان امروز هم کنار همدیگه شیرینی درست کردیم. شیرینی خوشمزه و در عین حال خیلی هم راحت درست میشه. امیدوارم درست کنید، از طعم بی‌نظیرش لذت ببرید. برای عید نوروز هم فوق العاده هستش. حتما سیو کنید که برای عید هم برای خودتون درست کنید. کلی دوستتون دارم. اسم منم هنگام است. سابسکرایب بکنم یادتون نره. ویدیوی بعد هم دیگه رو میبینیم.